من به عشق باورمند هستم، بسیار باورمند هستم. نه در میزنه، نه میکوبه، نه خبر میکنه. هیچ نمیفهمی چگونه وارد قلب تو میشه و ذهن تو را تسخیر میکنه. برای من فکر میکنم که پدیده سینما اما طور یک چیزی بوده. چگونه من عاشق سینما شدم و چگونه ای در رگ و ریشه من آمد و تار دواند و مرا تسخیر کرد. با مادرم سینما رفتیم. سالن سینما پر از زن بود، مردا اجازه نداشتن. خب ما در دفاع پیشش را بودیم. پرده مثل پرده تئاتر پس شد، یک پرده سپید آمد و دیدم که در روی ازی آدم ها حرکت میکنن. فکر میکنم که همون نقطه یک نقطه جهش بود بر من، یک نقطه عطف بود بر من. بر من سوال خلق شد که چطور امکان داره که فاصله بین ما و استیج یک پرده باشه و در اونجا آدم ها حرکت بکنن. فکر میکردم که یک چیز واقعیت از خودم هم میبینم که آدم ها حرکت میکنن، ولی چگونه؟ امی باعث کنجکاوی ما شد که چطور میتونه که آدم ها در روی پرده سینما حرکت بکنن. خب امو ذهن طفلی و کودکی گاهی وقتا آدم تا سرحد فهمیدن نمیتونه برسونه، برای که ناتوانی های ذهنی وجود داره هنوز. خب ولی چیزی در آدم جوانه میزنه، مثل که در من جوانه زده بود. من خودم سینما ساختم و سینمای بزرگتر ساختم با یک بچه مامایم در زیرخانه. روزها، شبها، ساعتها میشستیم و فیلم میساختیم به اصطلاح از کاغذهای رنگه و او را باز به خانواده نمایش میدادیم. میگفتیم سیل کنین، چراغ ها، گروپ های رنگه دو، مثل یک سینمای کوچک واره ساخته بودیم. خب بعدها که تمی سینما عجین شد و ما بزرگ شدیم و اینا و سینما رفتن شروع کردیم که فیلم های متعدد می دیدم اینا. و یک روز دیگه به سن جوانی رسیده بودم که یک بچه خالیم از شوروی سابق آمد و یک دونه کمری که خانوادگی است یا مثلا با او فیلم میگیرن، فیلم های 8 میلیمتری ایره آورده بود شوروی. ما ایره محکم گرفتم که تو خب پس شوروی میری این کمری رو برای ما بفروش. گفت نه فروش ما متر بگی. گفتم نه من میخرم کمری تا. خب بالاخره مادر من مجبور ساختم و پول گرفتم و کمره رو خریدم. نمیفهمیدم، اما که میگن دوز نابلد کادان مدرایه، نمیفهمیدم که این چقدر یک کار دشواری هست که عجب دورانی بود. عجب عشقم گفتم که عجب پدیده هست که آدم هیچ رهایی نمیده. خب ما اینو خریدم و بالاخره فیلم ازیره فیلم گرفتیم و از جشنا فیلم گرفتیم و از خانواده فیلم گرفتیم و از سرک و از فوتبال و از اینا. و اینو خواستم که خودم پروسس بکنم چون یک تانکم که خود آورده بود. ولی ترکیب دوای ازی بسیار زیاد مشکل بود، بسیار مشکل که حتی در بسیاری از کشورها نمیتونستن که فیلم های ریورسال خودشان پروسس بکنن و او جای مخصوص داشت که میره فیلم میگرفتن در اونجاها میدادن با فیلم میشتن. ولی من این کار سر خود اجبارا قبول کردم. حال فکر میکنم که من کار اشتباه نکرده بودم، برای اینکه من سینما را از صفر از اونجا آغاز کردم و رفتم طرف اوجش. این یاد گرفتم که نگاتیو چیز، پوزیتیو چیز، چطور فیلم ظاهر میشه، چطور فیلم فیکس میشه، چطور میایه با ماشین انداخته میشه و چطور دیده میشه. یک تجربه بسیار خوب بود. شبها را صبح میکردم، خراب میکردم، بسیار خراب کردم، بسیار زیاد. بالاخره یک روز موفق شدم که یک فیلم رنگه را ما پروسس بکنم و این فیلم رنگه را وقتی که پروسس کردم دیدم که نتیجه داد. با خود میبالیدم، خواهیم نمی بود. بالاخره من موفق شدم در این کارم، ولی به این بسنده نکردم. گفتم نه، سینما یک چیز دیگه است، ما باید برم پیش، باید برم.
بالاخره یکی از دوستان من راهنمایی کرد، گفت خب برو افغان فیلم برو. من آمدم افغان فیلم و سونارام تلوار، یکی از هندوهای خود ما که فیلم بردار بود و رفت به هندوستان تحصیل کرد و پس در افغانستان آمد و فیلم بردار یگانه فیلم بردار شاه بود که شاه سفرهای میرفت به بیرون از کشور، این امرایش میرفت. من رفتم و پیش از این گفتم که استاد من خودم در فاکولته پلیتکنیک هستم و میخوایم فیلم برداری یاد بگیرم. گفت چی داری؟ گفتم یک دانه کمری ایمو کمری جنگ است که او را ما 3 لنز است، 3 لنزها تو میخوره، او را ما سفارت امریکا خریدیم، اونمو پیشم است. گفت بسیار خوب است، بیا کتمو کمریت. سونارام تلوار فیلمبردار بسیار حرفه‌ای بود. مثلا برات بگویم که یک روز من رفتم در قلعه فتو، مرا دعوت کرد، گفت بیا شوتینگ سایکو. امی شوتینگ فیلم روزهای دشوار بود به خیالم، یادم میاد روزهای دشوار بود. رفتم سیل کردم، سونارام تلوار باید فیلم برداری میکرد. یک دیوار بود در برابرش، بالایش بالاخانه بود، پایانش هم حولی بود. سونارام تلوار فیلم برداری نکرد. گفتم استاد چرا فیلم برداری نمی کنی؟ گفت که میبینی اونو دیواره؟ گفت این دیوار بسیار فلت است، این نمیشه، این دیوار باید او بزنن که تر شوه که این خود جدا کنه. و این کار کردن، و این کار سطلای او آوردن و دیوار تر کردن و بعد از سونارام تلوار فیلم برداری کرد. تنبل برو پایین. خواسته جوان، آیا میفهمی چی میکنی؟ دست نگه دار. اینا مزدورای خان بزرگ هستن. از اونجا فهمیدم که سونارام تلوار به عمق تصویر فکر میکنه، نه به ظاهر مثلا که مثلا پرچرش چند باشه و مثلا دیافراگمش چطور باشه و مثلا فوکسش چی قسم باشه و لنز چی قسم باید انتخاب بکنه. دیدم که نه والا. خب من کم کم، البته این کار بسیار کار دشوار است که آدم بره در عمق مسائل، برای که هنوز ذهن من نمیتونست که اینقدر قادر به این باشه که من بتانم که بسیار چیزا را متناسب فکر بکنم که خب تناسب از این چه قسم است، چطور است. ظاهرا یک مسئله را میگرفتم از پیشش و مورد در ذهن مسپریدم. راستی پیش از یک سناریو رو شروع کنم، آریانا فیلم ساختم. این یک پدیده بود برای من بسیار بغرنگ بود، به خاطر از این که وزارت لات کلتور برای من اجازه نمیداد. گفت که ما بر تو اجازه نمیدیم، اولی که تو حرفه‌ای نیستی، آدمی نیستی که تحصیل کرده باشی، نه دومی که اما پرنسیپ های دولت یا سیاست دولت نیست که بر یک مسئله شخصی اجازه فیلم سازی رو بده. این کار فرهنگت بیادر، تو میفهمی یا نمیفهمی؟ خب اولی که اجازه نمیداد دولت. در می جیجانی که من خواستار باز کردن آریانا فیلم شدم، آقای نظیر با شناختی که از معاون رئیس جمهور داشت، آقای حسن شرق، چون که دامادشان بود، همشیریش گرفته بود، او اجازه نظیر فیلم گرفت از معاون صدر اعظم. این راه را باز کرد. راه را باز کرد. ما هم همراه شاور خالب رفتیم پیش دکتر صاحب نوین، گفتم که اجازه دادین، خیلی اجازه بدین، یا یک جوان است میخواد بسازه. خب بالاخره با بسیار مشکلات و با بسیار مصیبت ها من امتیاز آریانا فیلم گرفتم و برای من مکتوب دادن که تو میتونی به امتیاز آریانا فیلم بسازی. کمو بود که من 9 فیلم اشتهاری ساختم اول، یعنی از صنایع کشور، از کفش پلنگ نشان و از چپلک پلاستیکی و از شرکت کوکاکولا و از اینا و بسیار چیزای دیگه ساختم. 9 فیلم خواستم که توانمندی خود ببرم، که مو کمری ایمو می ساختم. سپرایت مشروب غیر الکلی سپرایت، تولید جدید شرکت کام. کفش های پلاستیکی پلنگ نشان، محصول صنایع کشور ما.
فابریکه هره پلاستیک تولید کننده بهترین کفش ها، کفش پلنگ نشان با کفش های خارجی همسری می نماید. میرمن با ذوق و سلیقه کفش های مقبول و با دوام پلنگ نشان را انتخاب می کند. برای رشد صنایع ملی از محصولات وطن استفاده کنید. برای پاهای زیبایتان از کفش های مقبول پلنگ نشان استفاده کنید. بهترین ایده صنایع وطن کفش های مقبول پلنگ نشان است. برای رشد صنایع ملی از کفش های پلنگ نشان استفاده کنید. محل فروش تمام نمایندگی های مرکز و ولایات. توانمندی های خود دیدم که نه، من میتونم که فیلم بسازم. البته مدیون بازم میگم که مدیون رفیقای افغان فیلم خود هستم. اینا بدون از اینکه ریاست در جریان بگذارن، اینا بدون از اینکه اجازه بگیرن، مرا کمک کردن، نگاتیوهای مرا شستشو کردن و چاپ کردن و برام میدادن. میگفتن که تریشه های فیلم برات جدا کردیم و هیچ یادم نمیره. رفتم دیگه وارد سینما شدم و شروع کردم به سناریو، در حالی که خودم قطعا هم نویسنده نیستم ولی از بس یک شوق، یک چیزی، یک انتیاسیوی که در درون ما هست بیرون میزنه و مرا میگه برو بدو. آخر بابا من مفتم شدیار است، نمیشه. مرا میگه بدو. من دویدم و نوشتم. ولی این که چه قسم من باید دیالوگ نوشته کنم، چطور کاراکتر سازی کنم، چطور شخصیت سازی کنم، اینا رو زیاد نمیفهمیدم. وقت هیچ نمیفهمیدم. خب سر من خنده کردن، البته حقم داشتن، گفتن هنوز ناقص است. خب من زیاد کار کردم بالاخره مجبور شدم دیگه نمیفهم. بالاخره سناریوی مجسمه میخندن در نوشته کردم و ایره بردم افغان فیلمو. خب بالاخره با یک شکلی از اشکالی رو خواندن و قبول کردن گفتن که صحیح است، بساز فیلم. من از آقای توریالای شفق خواهش کردم که بیاید به عنوان کارگردان و من خودم فیلم بردار. پول قرضه گرفتیم. اشتباه بزرگی که کردم. نسرین، چرا تو با من نگاه میکنی؟ عزیزم اکبر، من مرد را که به زندگی آرزوش داشتم پیدا کردیم. نسرین، خوب به موقعی آمدی. خود زیر قرض گور کردم و پسان برم تکلیف اعصابم پیدا شد. چند تا از شرکا هم یک جا شدن که بعداً مرا محکم گرفتن که بیار پیسه ما را. فیلم آید نکرد بیت پیسه ما را. ما گفتم شما به عنوان شریک آمدین، حالا من چه قسم پیسه شما را بدم؟ اگه مرا بگو این فیلم نتونستی ساخته، خب من فیلم ساختم، این فیلم ساختم. خویی که تجار سینما که هندوستان زد و بند دارن و فیلم ما را زدن و فیلم ما را نمایش ندادن و فیلم در نقص ساختیم و در نقص سینما باندیم. حتی من بسیار گله داشتم از فرهنگی های کشور خود که لا قلمی فرهنگی هم قلم به دست هم قلم نبرداشتن و در توصیف فیلم چیزی نوشته نکردن، هیچ نوشته نکردن، مگر من دل سرد نشدم. هیچ دل سرد نشدم، هیچ هم سرم توصیه نکرد. من گفتم ما کار خود کردیم. این که فیلم با مذاق شما برابر نبود، شاید نقص ما بود که انتخابی که من کرده بودم برای فیلم خود من در اون ناکام بودم، یا شاید این انتخابی که کرده بودم این انتخاب بسیار انتخاب
فردی بود، شاید قصه خودم بود و این قصه خودم شاید بسیاری ها نمیپذیرفتن و ما این میخواستم بقبولانم سر بعضی ها و این یک واقعیت است که قصه خودم بود. صدای عمه آنها را خواهی شنید. احمد تو با کی زندگی میکنی؟ تنها با این مجسمه هایم. احمد تو خودت میخوایی قدر زندگی برات محدود باشه؟ ولی یک موضوع بسیار عمده در او فیلم وجود داشت که او فیلم نه جنگ داشت، نه رقص داشت و نه خواندن و مردم که آغشته با سینمای هند بودن و توقعشون از سینمای افغانستان هم همچنون چیزی بود، او چیزی در فیلم مجسمه ها ندیدن. در عمق فیلم مردم داخل نشد که فیلم از چی بیان میکنه، از چی میگه. این یک طرف قضیه. طرف دیگه قضیه بود که دو مشکل عمده بسیار زیاد سر راه ما قرار داشت که ما فاقد تو بودیم و ما نمیتونستیم دسترسی به اون نداشتیم. یکی مسئله نبود دیستریبیوتر و دوم مسئله پرودیوسر یا تهیه کننده بود که متاسفانه در افغانستان نه تجار ملی، نه آدم‌های با فرهنگ، نه پولداران و نه حتی دولت در این قسمت پرودیوسری ما را همکاری میکرد. بعداً شروع کردم به یک سناریوی دیگه تجربه گرفتم، خواندم و فیلم گناه را شروع کردم. فرمایش خانزاده است. اگر به خاطر هنرش نخره، به خاطر پایه لچش میخریش. کار انسانی است. وقتی که میخوایی کار بکنی چه رنگ میبری؟ برای که او بیادرم است. خدا آدم میبخشه. نباشیم، خدا بزرگ است.
سینما در افغانستان به حساب صنعت پا بر سر نگذاشت. فقط عشق و علاقه چند نفر بود که سینما را ایجاد کردن و باید سینما به رشد و بالندگی خود میرسید. ولی فاکتورهایی بود، عواملی بود در جامعه که نمیتونست این سینما رشد بکنه. یکی از عوامل عمده به عقیده من او مسئله مذهب بود. از این خاطر دولت بسیار بسیار محتاطانه در زمان ظاهرخان این بسیار محتاطانه حرکت میکردن تا زمان داود خان. در زمان داود خان هم همچنین یک چیز وجود داشت، تا زمان حزب دموکراتیک که باز حزب دموکراتیکی پرده را میدره و همه چیز در اختیار هنر و فرهنگ و اینا قرار میتن و سینمای ما یک مقدار دوره طلایی خود میخواد که سپری بکنه و واقعا هم کرد. خب ما چی بگوییم چی نگوییم، بعضی آثاری است که در وقت تولید شد و بیانگری از این مسئله است. این سینمایی که آرام آرام ساخته شد و بعضا در دوران حزب دموکراتیک خلق افغانستان، همین عشق به این پدیده بود که در وجود چند نفر تبارز کرد و مثل نظیر فیلم، ماریانا فیلم یا شفق فیلم یا بعضی مؤسسات خصوصی دیگه که یک دانه یا دو دانه ساختن و شکست شدن و از عرصه بیرون رفتن، ولی کارشان خوب ماندگار ماند در سینمای افغانستان. و یا ای که دولت بالاخره مجبور شد، افغان فیلم مجبور شد که دوران حزب دموکراتیک خلق افغانستان با واسطه که استودیوی افغان فیلم برای فیلم‌های هنری نبود، برای فیلم‌های مستند ساخته شده بود، ولی با واسطه از اون با یک فشار از او استفاده کردن، فیلم‌ها را به خارج از افغانستان بردن، فیلم‌های رنگ را در اونجا پروسس می‌کردن، پس می‌آوردن که یک پروسه طولانی و مغلق بود. ولی به هر صورت یک آغاز بود، یک آغاز بسیار خوب بود. هموطنان گرامی، برای اولین بار در تاریخ افغانستان آخرین بقایای سلطنت ظلم، استبداد و قدرت فامیل خاندان نادرخان صفاک انقلاب است. امید مردم چی میگن؟ مردم خوش هستن. مردم این روز از خدا میخواستن. راست میگی امید؟ بله. خدا. من خود نمیفهم. تانگار گلپوش کردن. هسکرا رو در بغل میگیرن. بچه‌ش دیدی؟ بله. گرچه که سینمای ما در اون حدی نرسیده بود که جامعه را پشت خود بکشانه و پدیده های را تولید بکنه که مثلا مردم هم متوجه بسازه، آگاه بسازه و بیدارشان بکنه و برشان آگاهی بده. در او سطح نبود. مثلا فیلم هایی که ساخته میشد خب یک ذره جنبه های سیاسی خود داشت یا برداشت های خود از جامعه داشت، ولی او تاثیر لازمی ده که شما فکر میکنین که باید سر جامعه داشته باشه، او تاثیر خود نداشت. جزی که با دوران حزب دموکراتیک افغانستان یک مقدار شگوفان شد، یک مقدار بی پرده شد، باز شد. مثلا خودم مثلا فکر میکنم که مثلا مسئله فیلمی که دوران حزب دموکراتیک افغانستان ساختم، مثلا فیلم فرار یا صبور سرباز و فیلم پرنده های مهاجر، این تاریخ مصوری همون زمان بود. مثلا با پای تمام حوادثی که در جامعه رخ میداد من پیش میرفتم و برداشت من از جامعه همون گپ‌هایی بود که من در فیلم میگفتم. فیلم صبور سرباز تقریباً 40 دقیقه فیلم قیچی شد. یک چیز رو باید متوجه باشیم که در زمان مشاورین شوروی حاکم بر همه چیز بودن، مخصوصاً مسائل فرهنگی و تمام حرفها در افغانستان اونا کنترل بسیار زیاد دقیق داشتن و مخصوصاً یک مشاور شوروی به نام عبداللایف در افغان فیلم همه چیز تحت کنترل خود داشت. از روز اولی که در افغان فیلم آمد ضدیت‌های خود با ما شروع کرد و مرا میگفت که تو انتی سویتیست هستی، یعنی ضد روس کار میکنی. من فیلم صبور سرباز ساختم، هیچ گونه مشوره امرای از این نکردم، چون برای ما هم تو دستور داده شده بود. این فیلم وقتی که ساخته شد آمد مشاور سیل کردید گفت که این فیلم قابل نمایش نیست، را پس کنین. خب گپ رسید به وزارت و وزیر اطلاعات فرهنگ و آدم فرهنگی نازنینی بود که تو آقای سربلند
یک هیئت روان کرد. هیئتش کلش ترکیب هیئت اعضای بیروی سیاسی بودن. گفت فیلم ببینین. اینا که آمدن فیلم دیدن گفتن فیلم بسیار خوب است، بر مبنای واقعیت ها ساخته شده، چرا باید این فیلم پس کنیم؟ مشاور سرخ شد و زرد شد و سبز شد و هر رقمی که شد. گفت که شما یکیتون در سینما نمیفهمین، این فیلم ضد هم روساست و هم حزب دموکراتیک است. شما میبینین که دولت از سرک خامه به سرک قیر تسلط نداره. شما این رو میفهمین یا نمیفهمین؟ خب کلگی چپ با مشاور کلگی احترام داشتن دیگه، مشاور بود، وقت برابر مشاورین کس حرف زدن نمیتونست. خب از من سوالاتی کردن و دیگه من جواب دادم برادر همین واقعیت است، بیا که بریم. از اونجا محمود بریاله جرأت کرد، گفت که جناب مشاور اینمی فیلمی که شما میبینین اینمی یک واقعیت زندگی مردم افغانستان است، ما اینما قناعتوان هستیم که در سرک خامه تسلط نداریم، بگذارین که فیلم برای. گفت خیلی یک کار میکنم که این فیلم ما یک مونتاژ دیگه میکنم، بعضی صحنه‌های زیر پس میکنم، بعد از اون فیلم روان کنین به بازار که بره. خدا شاهد است که رفتیم به اتاق مونتاژ و این مشاور رزیل ششت و 40 دقیقه فیلم پس کرد. و هم صحنه بود که قوای دولتی در محاصره مجاهدین قرار میگیره در میان کوها و اینا از گشنگی دیگه علف میخورن و توان از این ندارن که دیگه بجنگن و از اینجا طیاره برشان دیسانت میکنه، مواد خوراکه را در صندوق، یک صندوق بسیار کلان دیسانت میکنه اینا و تصادفاً این دیسانت از این میخوره به یک سنگ و همین سنگ در میان مجاهدین و عساکر میکنه و عساکر تلاش میکنن به خاطر اینکه زنده باشن که خود به صندوق برسانن و مواد خوراکه را بگیرن. کمی هنرپیشه های فیلم در اینجا مرمی میخورن. لطیف جان امروز انسولین تا فراموش کردی نگرفتی، باید 26 یونیت بگیری. یک چیز را صادقانه میگم با وجدان خود یعنی میاره که من پیش چشم 12 سال متواتر که حزب دموکراتیک خلق افغانستان رئیس افغان فیلم بودم و کار میکردم اونجا و کارگردان بودم. من هیچ یادم نمیایه جز یک روز که مرا کمیته مرکزی خواست و گفت انجینیر اسب در این میدان بسیار بیباکانه میتازی، متوجه باش که اینجا حزب دموکراتیک خلق افغانستان حاکم است، از اینجا از گلی که تو عاشقانه مطرح میکنی آقا جان بوی بارود بلند است. ما گفتم دلش که بوی بارود بلند است یا بوی هر چیزی که بلند است در یک بود دیگه قضیه زندگی جریان داره، اونجا عروسی میشه، اونجا ختنه سوری میشه، اونجا مردم شادی میکنن، اونجا مرگ است، اونجا میر است، اونجا کفن است. ما این واقعیت جامعه ما است. من که واقعیت جامعه خود حرکت میکنم، اینال دل تو که قبول داری، دل تو که نداری، ولی هیچ وقت سر من نتانستن یا نکردن یا نخواستن که تحمیل بکنن که تو اینی کارا بکن. به همین خاطر هم است که من در فیلم پرنده های مهاجر هیچ گاهی تحت تاثیر شرایط به خصوص دولت نرفتم و من متشکر هستم از اینکه کسایی که در رأس دولت او وقت قرار داشتن مرا مجازات نکردن یا مرا بازداشت نکردن یا برای اخطارهای لازم ندیدن یا مرا از صحنه نبرداشتن. این همو لطف محبتشان بود و این زمینه برای من باز بود که من این کار بکنم تا وقت اخیری که من تانستم که وقتی که روسا از افغانستان برآمدن فیلم گماشته را که یکی از جنایات روس در افغانستان بود و او قاچاق مواد هیروئین در تابوت‌های عساکر روس بود از افغانستان به تاجیکستان و از اونجا به آسیای مرکزی تمامش و در روسیه، این فیلم ساختم که امیدوار هستم این فیلم هم 4 سبابات ببینن در این پرده سینما، چون که فیلم توقیف شده بود و نبود و حوادثی که سر از این فیلم آمد، فیلم در الماری به اصطلاح
پوسیده شد، ولی خوشبختانه وقتی که آمدیم فیلم هنوز زنده بود، صداش زنده بود همگی و ما کوشش کردیم که فیلم کارهای تکنیکیش خلاص کنیم و او را بسازیم که یکی از آثاری است که من خودم دوستش دارم. یک روز دفتر خود در میاریانا فیلم شیشه بودم که برای من یک نامه آمد که تو بیا وزارت لات فرهنگ تو کار دارن. من رفتم و بر من گفتن که نمیفهم که شاید مناسبتش جشن بود یا شاید مناسبتش هفته ثور بود. گفتن این فیلم ما کار داریم، 2 ماه دیگه با این مناسبت مونده و تو باید تا 2 ماه دیگه این فیلم باید بسازی. من چرت زدم در 2 ماه چطور امکان داره که آدم یک دونه فیلم بسازه با تمام قوتش. خب هرچی کدم نپذیرفتن چون اجباری بود دیگه. آمدم خانه فکر کردم امی داستان اختر مسخره در ذهنم گشت که این میشه که آدم بسازه. ایره خب چند تا لوکیشن داره، مثلا شهر کابل است کونیش و یک قصر است و بگیر نمان اینا، بیا میرم پیشنهاد میکنم. من این داستان دوست داشتم، بارهای داستانم میخواندم، داستان فیلم اختر مسخره رو. من میگفتم که اگر یک روز فیلم شود این داستان برای فیلم بسیار خوب است. قبل از اینکه پیشنهاد بکنم رفتم پیش اعظم رهنورد زریاب، خدا ببخشش. گفتم استاد اینطور یک گپ است، من میخوایم این داستان خودت فیلم بسازم، ولی از هم شو میخوایم سر سناریوش کار کنم، مرا کمک بکو. یعنی تو کجا گم بودی؟ به 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 امریکا بیا شلا جان بیا کسا که برات معرفی میکنم اختر برش میگیم اختر مسخره کسا خودی کنم وی دلم وی همیشه فکر میکردم که اگر اختر مسخره باشه باید فقیر نبی باشه، به خاطری که من که فقیر نبی شناختی که از نزدیک داشتم و از خصوصیات از این آدم میفهمیدم، آدم کمی با عقده و آدم کمی محروم و آدم کمی مست. همین خصوصیات ما در وجود فقیر نبی دیده بودم. با مجردی که برای ما گفتن بساز و ما انتخاب کردم که سناریوی اختر مسخره یا داستان اختر مسخره، فقیر نبی پیش رویم گل کرد و ما او را بدون کم و کاست انتخاب کردم. ولی چهره‌های دیگه مثلا ناصر عزیز، زیاد باورمند به این نبودم که ناصر عزیز بتواند در مابین فیلم اینقدر زیبا بازی بکنه و همون نقشی را که واقعا یک از خود بیگانی که از آمریکا آمده و هیچ گونه با فرهنگ خودش ارتباطی نداره و فراموش کرده همه چیزا را و یک امریکایی که با یک موش زندگی میکنه و اون میایه به افغانستان، ولی از نظر ذاتی امو خصوصیات ارستوکراسی در وجودش است، او را فراموش نکرده که از کدام طبقه است، با طبقه پایین چگونه ارتباط داشته باشه و چی باید بکنه. تفاوت‌های طبقاتی زندگی اجتماعی افغانستان می ساخت. واقعیت جامعی ما بود. به طور مثال مثلا امی درون اختر با مو شادی بیرون کردن و نیازش به عشق از دختر یا به خواست یا به رسیدن یا به محرومیت اختر به او صحنه، مثلا ما پیوند بزنم و مثلا در فیلم صحنه که سگ و اختر یک جا گریه میکنن، این هم از فانتزی های ما بود که باید در فیلم اضافه شود. البته تماما با نظر نویسنده موافق بود، یعنی اما هنگی میکردم که نویسنده بعدا ما صحنه را فیلم برداری میکردم، یا صحنه آخر فیلم که سمبولیک آمده بود کفترخانه و
اختر در مابین کفترخانه زندانی هست یا و آدم ها با مفریم چوکات هایی که دارن هر کدام به حرف به صدا نگاهی دارن به پلیس و به اختر که او را میبرن. خب از این قبیل صحنه مثلا زیاد بود، یا مثلا لخت شدن خاطره در برابر آینه و واکنش های درونی محرومیت اختر با دیدنش در آینه. اینا صحنه‌هایی بودن که باید به فیلم افزود میشد. اختر سمبولی از ملت افغانستان است، ملتی که همه آرمانهایش به یأس بدل میشه، فشارهای جانبی خردش میسازه، کوچکش میسازه، ذرهش میسازه. اختر وقتی که عصیان میکنه، وقتی که میایه، وقتی که میکشه، کی رو میکشه؟ بهترین کسی را که در زندگیش در قلبش است، در روح و روانش است که رسیدن به او آرمان اختر است. و این ملت افغانستان است که همیشه در هر سیستم سیاسی اینا آرزوها و آرمانهای خود داشتن که به او برسن، ولی به او نمیرسن، ولی خودشان قاتل از او موضوع میشن. که اختر در فیلم اختر مسخره امیر با وضاحت نشان میده که چطور کسی که با آرمانهای خود نمیرسه قاتل آرمانهای خود میشه. انتقام میگیره، این امارت به ایران میکنه. باغبان بله بادار، همو قمچین ما بیار. بچشم بادار. اینو بادار قطرخ باز کش کش. بشتونه یکی بکشونه، بکشمش. یه بارک بطوله خود رسید، یه چیزش بطوله میرسه. توی کار نکن، من باید پترول دارم تو کلی امارت آتش بزن. بره بابی، بکشمش. اختر Comandante Juan tu Ruchatan.
هر شب در افغانستان هستم. واقعا مترس. من هر شب افغانستان خوابم، هر شب در شوتینگ هستم، هر شب تنظیم میکنم. گاهی روی نگاتیو کار میکنم، گاهی جدل میکنم که نیمکت دیجیتال کار نمیکنم و این را چنج میکنم، کمره ها را چنج میکنم در بعد خواب. و یک معنی داره که درون ما، ذهن ما در کشورم است، کتی مردمم است و آمدن ما در آلمان یک مجبوریت بود.